مسئله سوم ما یکره و یحرم من الصیام، روزهایی که مکروه شمرده میشوند و روزهایی که حرام هستند گرفتن آنها. اولا مکروه هست که تنها ماه رجب را روزه بداریم، چون که مردم ما بر این عادت کرده است. از ماه رمضان دیده از این روزهای نیکویی که ذکر کردم از این ماه رجب را بیشتر منتظر میشوند، زیرا این از عادتهای جاهلیت است. جاهلیت پیش از اسلام بود و آنها مردم جاهلیت پیش از اسلام این ماه را ماه رجب را بزرگ میشمردند. اما کسی اگر که عادتش این باشد که همیشه روزه بدارد، رجب و غیر رجب برایش اشکالی ندارد. نه که این ماه را تخصیص کردن، خاص قرار دادن، این عمل جایز ناروا است، ناجایز ناروا است، زیرا در این صورت آن را مخصوص قرار داده است و چیزی را که الله یا که رسول الله مخصوص قرار نداده است وی را مخصوص قرار بده و بدعت شمرده بشه و پذیرفته نمیشود. از احمد ابن خیرشه ابن حر باشد یا که حر باشد روایت است که گفت رأیت عمر ابن خطاب یضربو، میگه من دیدم عمر ابن خطاب را دیدم دستی کسانی را که تنها ماه رجب را روزه میگرفتن میزد، دستی آنها را میزد، آنها را مجبور میکرد به خوراک خوردن تا که در این ماه رجب را چیز از عادت جاهلیت که است این ماه را روزه ندارند و میگفت که کلوا بخورید فانما هو شهر كانت تعظمه جاهلیه، بخورید، طعام بخورید، این ماه است که مردم جاهلیت، مردم پیش از اسلام این ماه را بزرگ میشمردند و این ماه را شما بزرگ بشمرید. و همچنین مکروه است که تنها روز جمعه را روزه داشت. این عمل نامشروع و ناجایز است و مخالف هدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تصوموا یوم الجمعه، روز جمعه را روزه نگیرید، روزه ندارید، الا ان تصوموا یوما قبله او یوما بعده، مگر اینکه شما یک روز پیش از جمعه و یک روز بعد جمعه اگر شما روزه بدارید. روایت بخاری تحت رقم 1985 و مسلم تحت رقم 1144. اگر این روز جمعه را با روز دیگر روزه بدارید اشکالی ندارد. مثلا کسی که یک روز روزه می‌دارد، یک روز روزه می‌خیرد، کسی که مثلا روزهای ایام بید هستند اینها روزهای سفید می‌غلطن، اشکالی ندارد. اما این رو تنها تخصیص قرار دادن روز جمعه را این عمل ناجایز و ناروا میباشد. و همچنین مکروه است که تنها روز شنبه رو روزه بداریم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تصوموا یوم السبت، روز شنبه رو روزه نگیرید، الا فیما افترض علیکم، مگر آنکه روزهای فرضی بر شما فرض گردیده باشد. روایت ابی داود و ترمذی و ابن ماجه. مقصد از این که روز جمعه و شنبه را مخصوص برای انتخاب روزه قرار ندهیم، مگر اینکه اگر انسان یک روز پیش آن یک روز بعد آن را اگر روزه بدارد و این را مخصوص قرار ندهد، پس در این هنگام برای انسان جایز است. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین جویریه رضی الله عنها گفتند اصمت الامس، بر او پرسیدند آیا تو دیروز روزه داشتی؟ دیروز روزه گرفته بودی؟ قالت، گفت لا، گفت نه. قال، پیامبر گفت اتريدين ان تصومي غدا، آیا میخواهی فردا رو روزه بداری؟ قالت لا، گفت نه. قال فافتری، پس این هنگام روزت رو بخور، روزه نگیر. پس انمی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که آیا فردا روزه میداری که گفتن نه، پس این دلالت بر ناجایز بودنش است. امام ترمذی رحمه الله تعالی گفته است که معنای مکروه بودن این است که کسی روز شنبه را مخصوص برای روزه انتخاب کند، زیرا یهودیان این روز را بزرگ میشمارند، بزرگ میدونند. بارک الله فیکم. و حرام است روزه داشتن روزه شک، روزی شک شبهه را میگویند، شک کردن، یعنی روزی 30 ماه شعبان وقتی که آسمان ابرناک است و هلال دیده نشده است، ماهتاب دیده نشده است، برای آمادگی به ماه رمضان اگر بر دیگر اصطلاح بگیریم یک روز یا 2 روز پیش از ماه رمضان را روزه گرفتن به خاطر احتیاط و غیره جایز و روا نیست، بلکه حرام است. از عمار رضی الله عنه روایت است که فرمودند من صام یوم الذی یشک فیه فقد عصى القاسم، هر کسی که روز شک را روزه گیرد به ابوالقاسم، یعنی که محمد صلی الله علیه و سلم عاصی شده است. روایت ترمذی تحت رقم مخالفت نموده است، که رسول صلی الله علیه و سلم را ترمذی تحت رقم 689 روایت کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث فرمودند که لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، بصوم یوم او یومین، یکی از شما، هیچ یکی از شمایان رمضان را یک روز یا 2 روز پیش از آن روزه ندارد، الا ان یکون رجل، مگر اینکه مرد انسان کان یصوم صومه فلیصوم ذلك اليوم،
اینکه روزه میگرفت، عادت داشت که روزه بگیرد، مثلا دوشنبه پنجشنبه روزه می‌داشت، یا که این روز پنجشنبه غلطی که دوشنبه پنجشنبه روزه می‌داشت، یا که 13 14 و 15 و غیره، مگر اینکه انمی حالات باشد اشکال ندارد. روایت بخاری تحت رقم 1914 یعنی روزه رمضان باید با دیدن هلال، با دیدن ماه آغاز شود، نه با احتیاط کردن. اما کسی که اگر عادتی روزه نفل داشته باشد، اشکال ندارد که انسان روزه بدارد. و همچنین روزه قضا و نظر نیز در این روزها استثنا می شود. یک روز پیش از رمضان می تواند انسان این قضایی را که نظر را ادا نماید، چون که این روزهای واجب هستند و واجبات را اجرا نماید. و همچنین حرام است روزه داشتن روزه 2 روز عید فطر و عید قربان. در این دو روز روزه داشتن قطعا جایز و روانه است، چون حدیثی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که فرمودند نه نبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر الله نهی کردن عن صوم یوم الفطر و النحر. پیامبر من کردن روزه داشتن روز فطر، عید فطر را، عید رمضان را، و یوم النحر و عید قربان را. روایت بخاری تحت رقم 1991. و همچنین از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که میگه هذان یومان نه نبی صلی الله علیه و سلم عن الصيامهما. این 2 روز عید قربان و عید رمضان 2 روز هستند که پیامبر از روزه داشتن این روزها من کردن. بارک الله فیکم. این روزها روزهای خوردنی هستند. روایت بخاری تحت رقم 1990. و همچنین مکروه است روزه ایام تشریق بعد عید قربان آن 3 روزه که هست بعد عید قربان، بجز روز عید قربان 11 12 و 13 از روز ذوالحجه می شود. این روزها را هم روزه داشتن مکروه است، جایز نیست. یعنی چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایام الاکل و شرب گفتند روزهای خوردنی ها و نوشیدنی هاست ایام تشریق، این روزهایی که بعد عید قربان 3 روزه است. روایت مسلم تحت رقم 1141. و نیز پیامبر فرمودند صلی الله علیه و سلم یوم العرفه و یوم النحر و ایام تشریق عیدنا اهل الاسلام. روز عرفه و روز نحر، روز قربانی، عید قربان و روزهای ایام تشریق بعد عید قربان 3 روز دیگر که است، گفتن اینها ایدهای اهل اسلام است، و گفتن که این روزها و هی ایام الاکل و شربی، و این روزهای ایام تشریق روزهای خوردنی و نوشیدنی هاست. روایت ترمذی تحت رقم 777. اما برای کسی که حدی یعنی قربانی ندارد، قربانی نکرده است، روزه گرفتن در این مورد برای آنها جایز و روا میباشد. کسی که مثلا در حج قرار دارن، این مسئله واسه بر حج است که بعضی از احکام حج که ما در احکام حج الکی بیان کرده بودیم. از عایشه و از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفتن لم یرخص فی ایام تشریق ان یصومن الا لمن لم یجد الهدیه. در ایام تشریق روزه گرفتن جایز نیست بر غیر حاجیان مگر برای کسی که قربانی ندارد. روایت بخاری تحت رقم 1997 و 1998. بارک الله فیکم.